خطرناکترین زن زنیه که وفادار بوده ولی دیگه به ته خط رسیده. اون بارها به طرف مقابلش فرصت داد، حتی زمانی که دلیل کافی برای رفتن داشت. اون چه قلبش رو شکسته بود رو بخشید. به قولهای طرف مقابلش اعتماد کرد. باز هم تحمل کرد که هر کسی دیگه جای اون بود 1000 بار پیش رفته بود. از ته دل عاشق موند به امید اینکه عشق بتونه همه زخماش رو خوب کنه. ولی الان دیگه هیچ چیزی از اون دل پر عشقش نمونده. ساکت شده. نه چون چیزی برای گفتن نداره، چون فهمیده هیچ حرفی نمیتونه آدمی رو تغییر بده که خودش نمیخواد تغییر کنه. دیگه گریه نمیکنه، داد نمیزنه. دیگه برای چیزی که لیاقتش رو داره التماس نمیکنه. فقط یه لبخند آروم میزنه و راهشو میگیره میره. و هیچ وقت پشت سرش نگاه نمیکنه. اون سکوتش تا همیشه توی ذهنت میمونه. و یه روز میفهمی هیچ کس دیگه‌ای مثل اون دوستت نخواهد داشت. ولی اون موقع دیگه خیلی دیره. چون خطرناکترین زن اون زنی نیست که فریاد میزنه. اونیه که یک روز آروم و بدون سر و صدا تصمیم میگیره دیگه تمومش کنه. و بدون خداحافظی که تا آخر عمرت یادت نمیره. نه چون چیزی برای گفتن نداره، چون هیچ فریادی ترسناکتر از زنی نیست که تصمیم میگیره سکوت کنه.